محترم کبیری، ایلو در پناه خدا باشد. من برآمدهای شما را تماشا میکنم. بسیار عالی گپ میزنید. اما میگفتید که کی تاجیکستان میآیید؟ در کماند شما چند تا آدمی سزاوار به حکومتداری است؟ میخواهم بدونم. از همین سوال آخر شروع کنم. در کماند من و در کماند شما، در کماند ملت، صدها هزارها نفر هست که میتوانند حکومتداری کنند، میتوانند وزیر باشند، سفیر باشند، وکیل باشند. و شرط نیست که همه این وزیران و منصبداران آینده چقدر که رحمان میگه از کیسه خودش بگیرد، از اولاد و خانواده خودش جستجو کند. شرط نیست که از یک محل، از یک منطقه، از یک حزب، از یک خانواده باشد. تمام این ملت تاجیک امروز پراکنده است در امریکا و اروپا و روسیه و در داخل تاجیکستان مظلوم است. اینا همه کادرهای آینده هستند. من صدها هزارها جوان تاجیک را میدانم که تا بالاترین مقام را در کشورهای خارجی رفته ایستادند. اینا وزیران آینده ما. اما کی ما از سخن به عمل میگذاریم؟ انا همین سخن ما امروز عملی ما هست. من نمیتوانم امروز دوشنبه بیام در خیابان دوشنبه میتینگ دعوت کنم، نمیتوانم امروز سلاح بگیرم. اگر هر دو کار رو کنم متهم به اکستریمیسم، تروریسم میشم. اما مطمئن باشید وقتی که زمینه پیدا شد، شرایط مهیا شد، اولین کسی رو خواهید دید که فرق ندارد چی در میدان دوشنبه چی در میدان مبارزه در یک گوشه دیگری تاجیکستان، من خواهم بود با همراهی برادران، با همراهی خودت. من در پهلوی خودت خواهم بود، خودت در پهلوی من. اما الان وقتی که امروز وقتی گفتن و فهماندن است، این بزرگترین کار در این شرایط همین است. یک زمانی بود که صحابگان پیامبر، امرای پیامبر، وقتی که از جهاد برگشتن به یک کاری ملکی و به یک کاری فهماندگی و کاری با زبان و قلم، گفت که اکنون جهاد اکبر آغاز شد. یعنی ما از جهاد اصغر برگشتیم به جهاد اکبر. گفتن که جهاد اکبر یعنی جهاد کلانتر چی است؟ گفت جهاد کلانتر با نفس، با جهاد با نفس خود، با ترس خود، جهاد با این کاری ملکی، این دشوارتر است. باور کنید در کوچه رفتن و سلاح گرفتن و در میدان و در بیابان و در کوه رفتن، اینم کاری بسیار مقدس و بزرگ است اگر برای ملت و وطن باشد، در چارچوب قانون و فرهنگ باشد. اما این همه کار نیست. این رو هر کس هم کرده میتونه. اما امروز مردم رو فهماندن، مردم رو بیدار کردن، مردم رو تیار کردن، خوب و بد رو با مردم شرح دادن، این کاری اندک نیست برادری عزیز. من نمیگم 50%. مثلا 2 سال 3 سال پیش من میگفتم 70-80% اهالی تاجیکستان در خواب غفلت است و پروپاگاند تلویزیون و با همون تبلیغات چاپلوسا و چند تا از این پروپاگاندیستا باور کرده است. امروز الحمدلله که توسط زحمت و تلاش بسیاری از برادران این شماره خیلی کم شده است. من باور دارم که 70-80% اهالی تاجیکستان دیگر باور ندارد، بیدار شده است. اما هنوزم کافی نیست. اون میگن که تحولات را، انقلاب را از 3 تا 5% یک ملت انجام میدهد. 90% ملت این مبارز نیست. اما این 90% باید که هم فکر باشد، هم رأی باشد، پشتیبان باشد، در روز لازمی همون یک قطره آب، یک بردنان بدهد. حداقل همون یک مبارز، یک مجاهد را با یک سخن خوب، با یک دعاش پشتیبانی کند. نه اینکه بیاد در تلویزیون و در کانال شما خائن و شما ضد وطن و ملت گفته مبارزین رو باز سنگ بزند. وقتی که ما دیدیم که نه، ملت آماده شد، همون 3 تا 5% جان بر کف هست با وجود میاد، شکل میگیرد و اون وقت دیگر شما میبینید که ما دیگر از سخن به عمل خواهیم گذشت. خود ملت از سخن به عمل میگذرد. الان یک مدت کوتاه دیگر ما باید تمام زحمت و تلاششان رو برای فهمانده دادن، برای بیدار کردن ملت تاجیک روان کنیم. اون مهاجر و اون مظلوم رو باید فهماند که اصل مشکلی در کجا است. اصل مشکلی در اون میلیتانر روسیه نیست که کار در دستش گوش تاجیک رو میبرد. اون یک نشانه از این مشکلی است. ریشه مشکلی در داخل تاجیکستان است. ریشه مشکلی در قصر ملت است. این رو باید ملت تاجیک بفهمد. وظیفه ما هم همین است. اونه که من در این شب و روزا ده ها، نمیدونم حالا شمارهش چقدر شد، روز نیست که 3-4 مصاحبه ندیهم،
به خاطر چی است؟ به خاطر آنکه جهان بداند که ملت تاجیک در چه مظلومیت قرار دارد. الکی دنیا فهمیده ایستاده است. انشاءالله که ملت تاجیک هم مثل همین دنیا فهمید، ما را در دوشنبه خواهید دید انشاءالله.